یک بار دیگر هموطنان عزیز، عید رمضان مبارک. امروز روزی واخوری دو عید بود، عید هفته جمعه و عید بزرگ فیتر. خردترین تا بود ولی وزنین ترین برای جهان. در ماه شریف رمضان روز 28 فوریه سال 2026 با فرمانی پرزیدنت США главный سونیار جهان 1,500 بمب پرتافته شد در مکتب مینا در ایران. شما تروسا بانام مجاهدین و گفته главный تروستون روزی هستید. من پرزیدنت سوریه را در نظر دارم. پرزیدنت سوریه گفت امریکا و اسرائیل کار خوب کردن در ماه شریف رمضان زیدی ملت دولت اسلامی ایران. با دقت گوش کنید. تروسا و فحش‌های اسرائیل و امریکا بنام مجاهدین. دادستان نظامی اسرائیل اعلام کرد که زیر 5 سرباز متهم با تجاوز جنسی با 8 زندانی فلسطینی در غزه آزاد شدند. حادثه ماه ایول سال 2024 در زندان نظامی سیده تایمان رخ داده بود. امروز این پدرفیلا، این زیناکارا قهرمان اسرائیل. شما لعنتیای احمقای بنام مجاهد و بنام مخالف امروز شما خپ هستید، برای که شما احمقا نیامنیکای اسرائیل هستید. در دست شما خونی مردم غزه است. گنوسید در غزه. در نمی روزی مقدس بنام مجاهدین بنام مخالفی تاجیک я вас проклинаю, я вас еще раз проклинаю. Я جان تشکر هموطنان عزیز.